دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از همتای ترکش رجب طیب اردوغان خواسته است که با گروه‌های کرد در شمال و شرق سوریه سازشنامه آتش بس امضا کند. در این باره معاون پرزیدنت آمریکا مایک پنس اطلاع داد. دو پرزیدنت اخیراً صحبت تلفنی داشتند. مایک پنس همچنین گفت که در فرصت‌های نزدیک هیئت آمریکایی را در سفر ترکیه رهبری می‌کند. این هیئت تلاش خواهد کرد که جنگ بین ترک‌ها و کردهای سوریه قطع شود. پیشتر از این مقامات آمریکا ضد وزیران دفاع، انرژی و کارهای داخلی ترکیه تحریم اعلام کردند. آمریکا رسما حکومت ترکیه را در تشنج وضع و گسترش خشونت در منطقه عیبدار کرد. ترامپ همچنین در شبکه‌های اجتماعی نوشت که آمریکا وظیفه‌دار نیست کردهای سوریه را محافظت کند. اخیراً گروه‌های کرد که شمال و شرق سوریه را تحت نظارت دارند در رابطه با مستقر کردن نیروهای حکومتی در مرز با ترکیه با دمشق سازش کردند. کردها امید دارند که با کمک ارتش سوریه حمله ترک‌ها را پس گردانند. ارتش ترکیه عملیات نظامی را در شمال سوریه روز 9 اکتبر شروع کرد. مقامات ترکیه گفتند هدف از عملیات مبارزه با گروه تروریستی دولت اسلامی و گروه‌های مسلح کردی در منطقه است. ترکیه همچنین ادعا دارد که قصدش از این عملیات تأسیس منطقه امن در مرز ترکیه و سوریه است تا فراری‌های سوریه توانند به منزل‌های خود برگردند. ولی نماینده نیروهای دموکراتی سوریه مصطفی ولی گفت نیروهای هوایی ترکیه در شمال سوریه به منطقه‌های اهالی نشین حمله می‌کنند. وی پیشتر از این آگاه کرده بود که اگر ارتش ترکیه به منطقه تحت نظارت کردها وارد شود، ضد ارتش ترکیه جنگ خواهند کرد.